یه عذرخواهی مشتی از امام زمانمون بکنیم. آقا ما از تو غافل بود، حرمت شما را نگه نداشتیم، ما هنوز یار شما نشدیم، ببخش آقا ما را که گرفتار دنیا شد. بگو آقا جون من میخوام این حالت فراموشی نسبت به شما بیام بیرون، برسم به حال توجه به شما، اونم همون طوری که جدد امام صادق سلام الله علیه فرموده صبح و شام منتظر امام زمانتون باشید. انتظار یعنی توجه، اونم توجه شدید صبح و شام. ابن الحسن میخوایم بعد از این شما رو فراموش نکنیم. سر هر سجاده، بعد از هر زیارت، بعد از هر عبادت، سر سفره افطار، بعد از زیارت امام حسین، بعد از سینه زنی برای امیرالمؤمنین و فرزندش سید الشهدا، یک سر میخوایم خودمون رو وقف شما اینو بگو و تصمیم بگی و از امام زمانت بخواه، بعد ببین چطور کمکت میکنن.